الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الشيخ وهو دعوة غيره معه، يعني معنى الشرك. ما معنى الشرك؟ وهو دعوة، يعني الشرك معناه دعوة غيره، يعني دعوة غير الله مع الله. صحيح؟ وقال الشارح الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: هذا تعريف الشرك. إن تعريف الشرك است، يعني إذا سئلت ما تعريف الشرك أنت تقول ماذا؟ هو دعوة غيره معه. هذا باختصار. وقتی که تو پرسن که مثلا تعریف شرک چیست، میگوی که غیر الله را با همراهی الله خواندن، یا که غیر الله را با همراهی الله عبادت کردن. هو دعوت غیره معه بمعنى ان یصرف، به معنای این است که ان یصرف شیء من العبادة لغیر الله، یعنی صرف کردن یگان چیز است چی که نباشد از نمودهای عبادت را برای غیر الله. من ملک من الملائکه، مثلا خواه برای یگون فرشته از فرشتگان تو صرف کنی، او نبی من الانبیاء که برای یگون پیامبر از پیامبران، او صالح من الصالحین یا که برای یگون شخصی شایسته از شایستگان، مردان شایسته، او بنیت من البنیات یا که برای یگون بنا، مقبره و یگون مقبره ها، او غیر ذلك من کل المخلوقات یا برای غیر از اون دیگر از مخلوقات صرف کنیم. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو اعظم ما نهى الله عنه، هذا هو الشرك. پس کسی صرف کنه چیزی را از انواع عبادت را برای غیر الله، بس انا همین است از همه بزرگترین آن چیزی که الله از اون منع کرده. هذا هو الشرك، این است همون شرک. فعرفوا تفسیر التوحید و تفسیر الشرك. شناست میگود، شناس گرده به تعریف توحید و به تفسیر شرک، یعنی که تفسیر توحید چیست و تفسیر شرک چیست. لأن هناك من الناس من يفسر التوحید بغیر تفسیر، زیرا اونجا مردمی هستند که توحید را چنان تفسیر میکنن که بغیر تفسیر خودش. و من یفسر الشرک بغیر تفسیره، یعنی با هست انسان هایی که شرک بغیر تفسیر خودش تفسیر میکنن، تماما به دیگر معنا شرک تفسیر میکنن. من الناس من یقول، از مردم هست کسانی که میگویند این الشرک هو الشرک فی الحاکمیه. دیدید میگون که شرک، این شرک در حاکمیت است، یعنی حاکمای امروزه مادامی که به طبق الهی طبق قرآن حکم نمیکنن، انمینو همش مشرک هم میگویند. فهمیدید؟ یعنی که حکمی به غیر ما انزل الله چی میگویند؟ مردمی هستن که میگویند این شرک است. و هذا ظهر الان مع الاسف الحكم بغير ما انزل الله نوع من انواع الشرك يسمى شرك الطاعه. این میگود الان میگود ظاهر گردیده است، یعنی که نمایان شده است با هم، یعنی که مع الاسف، یعنی تاسف شود، یعنی که افسوس کی میگود امروز پیدا شده است همین خیل. چی پیدا شده است؟ حکمی به غیر ما انزل الله، یعنی که بسیار جا میبینید که حکم هست اما به غیر نازل کرده الله، حکم الهی نیست. نوع من انواع الشرک، یکی از نمودهای شرک است، یعنی که با این واقعا همین خیل است بدون مثال مبالغه. حکمی به غیر ما انزل الله اینم یک نمود شرک است که او را نامیده میشه شرک طاعت میگویند. کدوم وقت با این شرک میشود؟ وقتی که همون آدمی که به غیر ما انزل الله حکم کرده است یا که حکمرانی کرده است و حلال داند اینه. فهمیده؟ اینه گود که همین حلال است بود، انا وقت یعنی که شرک میشه. لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك. شک و شبهه نیست که طاعت مخلوق در حلال
دانستنی آنچه را که الله حرام کرده یا که حرام گردانیدنی آنچه را که الله حلال گردانیده است، این یک نوعی از انواع شرک است. مثلا شما یک مخلوق اطاعت کنید که یک مخلوق را اطاعت کنید که اون مخلوق حلال های الله را حرام کرده است و حرام هاش حلال کرده است. مثلا انا همین اطاعت کردن شما همون مخلوقه چی شده ایستاده است؟ میگوید که این یک نمودی شرک است. لكن هناك ما هو اعظم منه، ولی در اونجا با یک چیز، یعنی یک نمود شرک دیگه است که از اینم بزرگتر و بدتر است، اشدتر است. و هو عبادت غیر الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة و غیر ذلك. این کدام چی بوده است که از او هم بدتر و اشدتر بوده است؟ این عبادت غیر الله است. نعوذ بالله. با کدام طریق؟ با ذبح کردن، با نظر دیدن، نظر و نیازه، با طواف کردن، در گرد قبرها و مزارات طواف میکنن و دادخواهی کردن. فالواجب ان يحذر من الشرك كله، واجب اساسا از تمام نمودهای شرک مردم با حذر و ترس و هراسانیدن واجب است. میگوید لا يؤخذ منه و يترك ما هو اعظم. نه اینکه مثلا از یک نمود شرک گرفته شده و یترک ما هو اعظم بزرگ پرتافته شود. یعنی که مثلا نباید که انسان امروز گفت که حکم به غیر ما انزل الله این نوع شرک است گفت همین قپدو، ولی در دیگر جا مردم چیان به شرک بزرگ مشغولند، به قبر پرستی و انسان پرستی و خر پرستی مشغول است و یارو میپرتاده همین میقپدو میسن. این خیلی نباید میگوید که مثلا لا یؤخذ منه و یترک ما هو اعظم، نباید که این قپدو این گردو از وای بزرگ چیزی چیکار کند پرتاید. و اخطر منه، از اون وی دیده این با خطرش سخت‌تر است، خطر آورتر است. فلا يفسر الشرك بانه شرك الحاکمیه فقط، نباید که تفسیر داده شود که شرک او شرک حاکمیت است فقط، او شرک سیاسی، یعنی که مردم امروز مشرک هستن برای خاطر در شرک سیاسی آلوده شدنشون. نه. و یقولون الشرك بالقبور هذا شرك ساذج ای هین، میگون که شرک در قبرها یعنی قبر پرستی کردن مردم این یک شرکی ساذج است، یعنی این یک نظرناگیر است، این سبک است، هیچ گم نیست. مایل مردم قبر پرستی کنن، مهم امروز ما حکومت ایواز کنیم با اینا همش آباد میشن. میگون نعوذ بالله. نه، انا همون قبر پرستی شرکش اشدی‌تر است نظر اون شرکی که مثلا در حاکمیت است. مفهوم؟ هذا جراءة على الله سبحانه، این یک جرأت است، این ناترسی بالای الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی شرک اکبر مثلا یعنی انواع شرک فهموندگی است، این انسان شرک اکبر مانده چیکار کرده به شرک اصغر، یا که به شرک هایی که مثلا وای مثال وای بسیار یک شروط دارد و یک یعنی که شرط ها دارد، شرطاش نفهمیده با وای مشغول میشده. این جرأت از الله نترسیده چیکار میکنند؟ مردم منصود است که در شرک اکبر قوت است، یک دعا کرده، یک قبر پرستی کرده، یک آدم پرستی کرده، این باشد چی به کارهای سیاسی مشغول است. این سیاست‌دارا رو کشتن در کار، این خیلی کردن در کار. فهمیدید؟ این یک جرأت است. میگوید الشرك اعظم ما نهى الله عن، شرک از همه بزرگترین اون چیزی است که الله سبحانه و تعالی از او چیکار کرده است؟ منع کرده است. و هو دعوت غیره معه، هذا هو الشرك. این دعای یا که عبادت غیر الله است با همراهی الله، نعوذ بالله، هذا هو الشرك، این است شرک. و منهم من یقول، با هستن انسان‌های هستن که میگویند که الشرك هو محبت الدنیا، دنیا رو دوست داشتن میگن شرک. و محبت المال، صوفیان خیلی میگن که مال دنیا را دوست داشتن. المال جعله الله محبوبا حبا طبیعیا، چی خیلی میشده است که مال دوست داشتن مثلا با گفتی اونها یعنی شرک باشد و ما قوام زندگی من شما بیمال نمیشه.
حیات من شما بی پول و پیسه و بی دنیا نمیشه هم خیلی. الله سبحانه و تعالی قرار داد است مال را محبوب، یعنی در چشم من شما همه خیلی زینتش داده الله سبحانه و تعالی و در قلب من شما جایگیرش کنید. میگه که پول دیدی آدم خرسند میشه. هیچ کسی نیست که مثلا گفت که من پول من در کنست مال در کنست. نه، الله تعالی هم خیلی کرده که مردم دوستش میداره. اگر نه در دنیا همه قدر متال ها چی به طلا انسان دوست میداره، اگجوف صرفا میرد که هوای یک زرد بود است تمام. ولی الله سبحانه و تعالی در طبیعتش محبتش که دادگی همو دوستش می‌دارد. خیلی باید امروز گفتن که مردم گفتن که کسی اپوش دنیا دعوت و دنیا جمع کن و مشرک میشه. این خطاه. اما اونی که الله سبحانه و تعالی در دیگه آیات بعد دلیل میبرن از قرآن دلیل میبرن، میگن که مثلا کسی که یعنی که مثلا دعوتی در راه الله را یعنی که زندگانی دنیا را زن و پیسه و ها کذا مثلا خانو داره مثلا محبوبتر بیند از ایمانی با الله، از جهاد کردن در راه الله. همین دلیل میبرن میگه که مثلا مشرک شد. نه، یعنی اینجا تماما دیگه محبت در نظر داره، تماما دیگه محبت در نظر داره. بله الله سبحانه و تعالی بینید خودش میفرماید که و تحبون المال حبا جما، شما مال دنیا را از حد زیاد دوست می‌دارید. یعنی مال دنیا را دوست داشتن با که نداره، ولی دوستی مال نباید که من شما از عبادت الله صرف کند، باز دارد. و انه لحب الخير لشدید. گفتی البته انسان به دوست داشتن خیر، یعنی به دوست داشتن مال چه لشدید سخته. قل این کان آباؤکم و ابناؤکم، گفته بگو اگر پدران شما پسران شما با هم خیلی نامبر میکنه 8 چیزو و محبوبتر باشد به شما از ایمانی با الله و از جهاد کردن، فتربصوا، نگاه کنید الله شما رو چیکار میکنه. یعنی محبوبتر در اینجا اون در نظر داره که محبت هست، ولی نباید که محبتی این مال دنیا غلبه کند بری شما، غالب باید بالای شما که تا آن درجه تا آن اندازه که شما یعنی محبتی الله پس شود و محبتی پیغمبر و محبتی خدمت در راه الله، جهاد و هاکذا. مفهوم؟ تمام محبت ها باید در برابر محبتی الله و دیگر خدمت های اسلام باید که پایانتر باشد، دویم درجه باید باشد. مفهوم؟ قال احب الیکم، الله سبحانه و تعالی گفت که محبوب تر باشد به شما. ما انکر علیهم انهم یحبونه، الله انکار نکرد به اونها که ایشان او را دوست می‌دارند، گفت باید دوست ندارن، نگفت. لكن انکر علیهم انهم یقدمون محبته علی محبت الله. بس چرا الله انکار کرد محبت؟ یعنی که انکار نکردن این آیه مذکوره، بلکه الله انکار کرد بر ایشان که اونها مقدم، یعنی که مقدم میشمارن محبت مال را به محبت الله. نباید که مقدم شماریده شد مال را به محبت الله. محبت المال لیست شرکا، محبت مال این شرک نیست، لأن هذه محبت طبیعیه، چون که محبت مال این محبت طبیعیه، طبیعت میخواهد او را. الله یحتاجون الله الناس من جا الناس يحتاجون الى المال ويحبون، مردم احتیاج محتاج مالن و او را دوست می‌دارن. خلاص محبت المال ليست شركه، محبت مال این شرک نیست، لانه من محبت المنافع التي ينتفع بها الانسان، چون که اینها محبت مال یکی از محبت های منفعت هایی است که انسان به او بهره میبرد، فایده میبرد، ينتفع فائدة مبرد. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، ولی اینها کسانی که میگویند این گپ ها را، این مقاله ها را میگویند، یا اینکه اونها جاهلن، میگویند شیخ که توحید تعلیم نگرفتن، شرک تعلیم ماهیتی توحید چیست، ماهیتی شرک چیست، و اما انهم معرضون، یا اینها روگردانند، همین توحید شنیدن رو میگردن، شرک شنیدن درس شرک رو میگردن. یریدون صرف الناس عن هذه الحقائق، میخواهند که مردم را بازگردانند از این حقیقت ها الى اشیاء هم یریدون، به چیزهایی که خودشان میخواهند، به لازم های خودشان میخواهند، به شعارهای خودشان میخواهند.
هست مثلا صوفیا به مال دنیا مشغول نشوید، خدمت نکنید، دادی دنیا نشوید. گفتم مقصدشون چی؟ صوفی شوید. وقتی که صوفی شوید تمام، بعد دیگه خلاص. فهمیده؟ اگر یعنی که مثلا از دنیا دست کنید، دستون از دنیا کنید، پشت دنیا ندوید، پول و پیسه جمع نکنید، بگذار همین کارا هم نکنید، شما رو گنده میبینم، با دعوتتون کردن میگیرم. تا کدوم درجه را؟ تا صوفی شدن تونه. حزبیان هم خیر، تا حزب نهضت در اومدن شما رو ممکن حرام است، این باید این خیر شد، این خیر شد گفتن. همین در اومده تمام دیگه شما وقتی وان. چقدر حزبی هستی که دعوا میکنه از پشت دنیا دادن شود، ما برای آخرت باید کار کنیم. وقتی حزبی شود دیگه با میبینه تاش پتافکی گرفته، ایران میرود، دمگیری میرود، سناتوری میرود، میگه کیف صفا کرده میگرده. با مردمی بیچاره کلخواسته که میگه کی کار نکنه اینا، با اونها میگه باید کی بزنس جمع کنه کنه. همین حال شما همین است. یعنی حزب تبلیغیان هم خلاص جماعی تبلیغ فقط دوای و این ژنده پوشی و کهنه پوشی، مثال گیریم سرش در دیوال زدن و گریستن بری عرق خورا، تا اون وقت از دیگه همون در صفش در اومدن. در صفش که در اومده تمام با همون پروانه داره. تو به چی کار مشغول است؟ مفهوم؟ بله. نعم. برای شیخ بسیار گفت خوب راست میگه. و اما ان یا جاهل نباشن، اونها روگردانن، میخواهند که صرف الناس مردم باز دارن عن هذه الحقائق، یعنی توحید نخونن، برمیگردن به کجا میگردونن؟ الی اشیاء، به طرف یک چیزها و شعارهایی که هم یریدونها، خودشون میخواستن، و معارب یریدونها، به مراد و مقصدهایی که خودشان میخواهند اونها را. والله اعلم بالمقاصد، با مرام و مقصد هر کسی خودش الله نظم میدونه. المهم ان هذا ليس هو الشرك. خلاصه یعنی که مهم فهمیده شود که محبت مال این شرک نیست. الشرك هو دعوت غیر الله معه. شرک این دعا و عبادت غیر الله است با همراهی الله، او صرف شیء من انواع العبادت لغیر الله، یا که صرف کردن خراجات کردن یگون نوع عبادت را برای غیر الله، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والالتجاء والخوف والرجاء و غیر ذلك. همچون ذبح کردن برای مرده ها، برای نذر نیاز کردن و دعا کردن و دستم گیر یاردمم ته خطا کنم، و مثال فریاد رسی کردن و دادخواهی کردن و یاردم پرسیدن و التجا کردن و ترسیدن و امید کردن و غیر از این. هذا هو الشرك الذي هو اعظم الذنوب. این است همون شرکی که او محسوب است از همه بزرگترین گناهان. دعوت غیره معه سبحانه. خلاصه دعا و عبادت غیر اوست با همراهی الله سبحانه و تعالی. لأن الدعاء هو اعظم انواع العباده. زیرا که دعا از همه بزرگترین نوعهای عبادت است. فهمیدید؟ از همه بزرگترین نمودهای عبادت این دعاه. جناب ابراهیم پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که الدعاء هو العباده. دعا این عبادت است. كما قال سبحانه، طوری که الله سبحانه و تعالی فرمود که له دعوت الحق، از آن اوست دعوت حق، یعنی عبادت حق از آن اوست. اینجا دعوت به معنی چی؟ عبادت است. دیدید عبادت الله سبحانه و تعالی با کدوم چیز نمبر کرد؟ به دعوت، به دعا گفت. دعای حق از آن اوست، یعنی عبادت گفت. از کجا میفهمید این به معنی عبادت است؟ اکنون دوامش ببینید چی میگوید. والذین يدعون من دونه، کسانی که دعا میکنند غیر الله، لا یستجیبون لهم بشیء، اونها برای اونها یگون چیز جوابشون نمیدن. یعنی اون کسانی که غیر الله را میخوانند، بت‌ها و شیخاشون پیراشون میخوانند، پیراشون تا یگون چیز تا امروز جوابشون نداده و جواب نخواهد داد. پیراشون مثلا پرواز میکردن، هر سحر نمازه بومداد در گرد سوداست نماز میخوندن، با میگشتن میومدن. این مریدا در در شیخ میشینن، شیخ خواب در تکی کرا بود، شیخشون منتظر هستن در دن در زنش و کودکش میبود که شیخ نیستم. میگه شیخ رفتن کجا رفتن؟ وای خانه رفتن، پشت سوداست نماز خوندن. او بعد از چه وقت چشمش خواب آلود و انا نمیتارت کردیم شسته میبرد و میگه که
معذرت من دیر کردم. امروز شیخ سودس بسیار سوری دراز خون میگود، مکنده بودیم، اما سلام گفتم برادران میگونست ارواح ها رو دیده میگن. آخه این شیخ ها اینا پرواز میکردن و اگر شیخ های اینا پرواز کردن میتونیست، اینقدر بدبینیایی که نسبتی اهل سنت و جماعت و نسبتی گویا که یهود و نصرانی ها و یعنی کافرها دارن، قنبل ها در دستشون گرفته، تیر و تفنگ ها گرفته، همه جور نصف نابود میکردن می اومدن. مثلا خصوصا اینه که اینا اگر پرواز میکرده باشن رادار نمیقپد که اینا را رادار نمی که سمالوتور میگن که اگر نسی میگذارن میقپد. شیخ ها اینا نمیقپد چون هم مسئله باز لبلوچ میرون گوشت خواهستن. ممکن مو انگشترینه او داشته باشن اونا رو چلاوشون گیرن پرتوکیه که پمخنتی اعوذ بالله الله المستعان. خلاصه یعنی که میخواد حتی میگن که بعضی حادثه شده است که مریدها اومده خانه درون جای دست دیده که خانه زن و بچه‌شونه جای با هم یعنی میدان هم درس شرکی و میگرفتگیشون انده میدونن که خیلی هم خیلی شده است که میدونن که مثلا منتظر میشن کی شیخ میگرده ابد نصف روزی شده این جون شیخ مکه بیاید. با شیخ اتگی کراوت دمگیر میشد قریب میمورد قریب نفسگیر میشد با اتگی و او سگ میبره نپراولینش پوتت کرده یعنی به در و به تریزه نومدیو اتگی کراوت هم تو برومده هم خیلی خلاصه یعنی که هم خیلی فریب های نیرنگ های اعوذ بالله هم خیلی چیزا هست. خب برای ما الله سبحانه و تعالی میفهمه والذین یدعون اونهایی را که میخوانن غیر از الله همونها لا یستجیبون لهم لبی نمیگون اقلا میگون یگون چیز جوابشونن یگون دعاشونه یگون درخواستشونه حالا به جا آوردگی نیست و نخواهند آورد. بله و قال الله سبحانه و تعالی فرمود که فدعوا الله مخلصین له الدین الله را دعا کنید یعنی الله را عبادت کنید مخلصین له الدین برای او دین اخلاص کنید یعنی دین آلوده نکنید. این مدام که شما در دین اسلام هستید اون کارهایی که شما کردید اینا از دین اسلام نیستن اینا را در بیرون اسلام پرتید. هر چی که پیش اسلام تو داشتیم مثلا شرک و قبر پرستی و خر پرستی و گاو پرستی این تا اسلام تا یعنی الله مستعان الله خودش میدونه تو چیکار میکنه. اما بعد اسلام در اومدی این چیزا کهنه تا این لباسای نجس تا پرت. بله و هو ولو کره الکافرون گرچنده که کافرها ناخوش شوتم که تو الله را عبادت کن. فدعاء غیر الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله دعای غیر الله یعنی عبادت غیر الله این شرک است که الله و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم حرام کرد رسوله. اما هذه الجزئیات اما این شرک های جزئی ممکن جزئی باشه گناه های جزئی یعنی اصلی گناه نیست اینا جزئی هستند التي یجعلونها هی الشرک که مردم اون شرک گفته دعوا کرده ایستادن فلیس کذالک کار این خیلی نیست. لكن يقال بله گفته می شود ان بعضها جزء من الشرك بعضی این گناه های دعوایی که اونا میکنن بعضی هستن جزء شرک یک پاره شرک هستن. و ان هناك ما هو اخطر منه سخنی ما درباره اون میرد که اونجنده با یک چیزهایی هستن که از اون شرک هم بزرگترین و خطرآورترین است و اهم از اون مهمتره لان الشرك يتفاوت زیرا اینکه شرک فرق میکنه یتنوع یعنی نوعها هست و گوناگون هستند. بعضه اشد من بعض بعضی شرک میبینید که بعضی دیگرش اشدتر و العیاذ بالله الله پناه بیاره. قوله تعالى نعم والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من دلیل توحید و دلیل یعنی کی مثال گیریم دلیل برای اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله را عبادت کنید امر توحید و با او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهید. قول المؤلف که شیخ شارح میگوید که والدلیل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قلنا ان الدليل على ان اعظم ما امر الله به هو التوحید دلیل به اینکه از همه بزرگترین آن چیزی که الله به همون امر کرده است این توحید است قول الله است که واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر بقیه الحقوق بعد از آن الله سبحانه و تعالی ذکر کرد نامبر کرد باقی مانده حقوق را فكونه بدأ بالتوحید الله به توحید سر کردنش
و نهی عن الشرک و بازداشتن از شرک به این سر کردنش، هذا دلیل، این خودش دلیل شده ایستاده است که ان التوحید هو اعظم ما امر الله به، این توحید از همه بزرگترین چیزی بوده است که الله به او امر کرده است. لانه قال، چون که الله سبحانه و تعالی فرمود که واعبدوا الله، الله را عبادت کنید، و اتبعه بقوله، بعد از این تابع گردانید به سخن خود، گفت که ولا تشرکوا به شیئا، یعنی سکوت نکرد الله، گفت که به او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندید. فهذا النهی، این نهی است. فبدأ بالامر بالتوحید، الله سبحانه و تعالی آیت سر کرد به امر بالتوحید و به نهی از شرک. فدل على ان اعظم ما امر الله به التوحید، این با تکرار کرده شیخ که دلیل است که از همه بزرگترین آن چیزی که الله به او امر کرده توحید است، و اعظم ما نهى عنه الشرك، از همه بزرگترین آن چیزی که از او منع کرده شرک است. لان الله بدأ بذلك، چون که الله به این سر کرد، آغاز کرده است. ولا يبدأ سبحانه الا بالاهم فالاهم، هیچ چیز را الله سبحانه و تعالی آغاز نمیکنه، سر نمیکنه، مگر به چیزی که سر کند او مهم است و مهمتره. یعنی الله به هر چیزی سر کرد، معلوم میشه که همون چیز مهمتر ضرور هوای است. هذا وجهة الدلاله من الايه، انا همین است، یعنی که دلیل از آیات الله سبحانه و تعالی. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم تسلیما مزیدا.